سلام به همگی. آدم حال همینتون خیلی خیلی خوب باشه. اینجا باد میرن چتونه ما دکورش برمیزه. امروز من دارم میرم دانشگاه آتنا ببینم چه شکلیه. دانشگاه آتنا رشته چیز میخونه، پرستاری میخونه و اینکه چی میخواستم بگم دقیقه باش. و اینکه آبی جمع شده اینجا. و اینکه یه روزایی در هفته باید به بیمارستان که حالا تو بخشای مختلف وای میستن دیگه یاد بگیرن و کارآموز حالا هرچی نمیدونم ایناشو. ولی میخواستم بیمارستانم برم ولی گفت بیمارستان اجازه نمیدن. حالا میخوام بریم دانشگاهشو ببینیم، براتون ولاگ بگم از دانشگاهش. میگه دانشگاهمون خیلی بزرگه و خیلی باحاله. بریم ببینیم چه خبره. ببین من رسیدم به حدی دانشگاهشون بزرگه، واقعا این یه شهر میمونه. حالا از اون جلو درش دیگه نتونستم بگیرم، برگشتنه میگیرم که ببین چقدر مسیره. یعنی اینجا خودش یه شهر قشنگ ولی هم باحاله. حالا از اینجاش که مثلا کافه و اینا داره همه نشستن میگیرم ببینید. بعد اگه بشه آتنا باید بریم کلاس، میگم کلاس جای غذا خوریشو اونجا رو ببینیم، بعد یه ذره کلاساشون رو ببینیم. خیلی باحاله. آدم فکر میکنه چقدر بد که تو ایران اونجوری همه درس میخونن، تازه قدرشون هم دونسته نمیشه. اینجا که حالا یه کشور همسایه است و تازه پایتخت هم نیست، یعنی حالا جز شهرهای معروف و ایناش هم نیست، یه حالت بندره، بعد همچین دانشگاهی داره و یه همچین امکاناتی. اینجا بهش میگن رکتور لوگ که مثلا محیط کافه و نمیدونم رستوران و ایناشه. ولی اینجا مثلا قسمت رستوران یعنی چیزش نیست، سلف غذاخوری نیست. این رستوران همه پولیه ولی توی خود حالا دانشگاه است که کلاساشون تمام میشه میان اینجا میشینن. اینم آتنا خانم و دوستش. دانشگاه پست داره، بانک داره، تکمیل دیگه قشنگ. عین یه شهر میمونه خودش. مارکت هم داره. آره مارکت معروفه مثلا اینجا که یعنی شعبه داره آیوزبیل اینجا بود. هاپوار اونجا اینا خوابیده. آره اینجا دیگه سالن غذاخوریشونه. آتنا دانشگاهتونه. خیلی بعد ویو اونجا رو ببین تو رو خدا. با این خدایی اینجا عشق میکنید شما درس میخونید، خیلی قشنگه. ما که تمام ولی درس نمیخونیم ولی نه ویو رو ببین چقدر باحاله. قشنگه. خب بریم غذاخوری. بعد آتنا قرار شد برامون توضیح بده که اینجا چجوری قبول میشی، چجوریه، همه چیزاشو بگه. این سالن غذاخوریشونه. فقط این نیست. چند تا ساره؟ اینجا تو صف وای نیستن و غذا میگیرن. اینجا کارتشو میزنه و میره داخل صف، اینطوری سلفی میگیره غذاشونو. اینم غذای آتنا خانم.
خب الان داریم میریم سمت ساختمون در واقع دانشگاه خود آتنا که مثلا کلاساش اینا اونجاست. حالا چند تا سوال بذار از آتنا بپرسیم که اصلا میریم. خب آتنا تو بگو که چه رشته‌ای تو میخونی اینجا؟ پرستاری میخونم. خب بعد اون وقت چه جوری مثلا اول که بگو دانشگاه دولتیه و اینکه چه جوری قبول شدی؟ دانشگاه مرسین دولتیه. بلند دانشگاه مرسین دولتیه. بیا از این ور بگو. خب بعد آزمون داره، باید مثل همه دانشگاه ها. کلا آزمون دانشگاه های دولتی یوسه. خب باید یوس بدی. بلند باید یوس بدی. خب بعد یوس چه امتحان چیا رو میگیره؟ امتحان ریاضیه دیگه. ریاضیه ولی به زبان ترکی دیگه. آره. بعد انگلیسی هم داره. آره یعنی کسی بخواد زبان انگلیسی امتحان بده. آره مثل اینکه آره به عربی هم حتی داره. به عربی هم داره. آره. بعد اون امتحانو که قبول شدی دیگه هر رشته که بخوای میتونی بری؟ آره دیگه، ولی مثلا میگم پزشکی باید خیلی رتبه بالایی داشته باشی. پزشکی آره بعد رتبه بالا باشه. دندون، دارو. بعد اینجا دیگه طراحی لباس و طراحی کفش و میگی همه چی داره. بعد ترمی چقدر تو مثلا الان میدی؟ من الان هر سال به ترم اضافه میشه به خاطر دلار که میره بالا. امسال مثلا من ترمی 17,000 خورده ای دادم. 17,000 لیر. آره هر ترم هم 3 ماهه. آره میشه مثلا الان اگه به لیر امروز ما بگیم میشه نزدیک 34-5 میلیون ماه. آره دیگه. خب سالانه میشه 60 میلیون. سالانه میشه 60 میلیون. بعد دیگه سالانه فکر کنم 60 هم بیشتر میشه. آره دیگه. حالا امسال تازه بیشتر هم میشه. اینجا دانشکده ماست. خب بعد اینجوری میره پایین. ولی ما درسامون اینجا نیست. پس اینجا چیه؟ اینجا دانشکده مثلا مدیرامون و استاداتون اینجا درس برای ارشد و اینا معمولا درساشون اینجاست. ما درسامون چند تا دانشکده بالاتره. اوکی. بعد این دیگه بهترین کلا مرسین آتنا میگه 2 تا دانشگاه داره. آره دانشگاهشون خیلی خوشگله. 2 تا دانشگاه داره و این دیگه مثلا بهترین دانشگاه مرسینه. خصوصی که حالا اگر بخواید دانشگاه برید که اصلا پولاش به دلاره. اینجا به دلاره دیگه، ولی مثلا نمیگن که به دلاره. هر سال اضافه میکنن. واسه همینه که شهریه تغییر میکنه. چون دلار میره بالا. ولی خب بعد بر اساس رشته‌ای هم که انتخاب میکنید شهریه ها فرق میکنه. الان دقیقاً دانشگاه یعنی ساختمون کسی که مثلا پرستاری میخونن. آره. بعد اونور اونجا دانشکده معماریشه. خیلی باحال. این همون ساختمون آتنا ایناست. الان بسته است خب، ولی آتنا میگه که فارغ التحصیل که میشن مثل که اینجا جشن میگیرن. نه خب آتنا رفت سر کلاسش. یه ساعت این چتری هم مکافات هی باید درست راستش کن. بعد یه ساعت کلاسش دیگه الان کم کم میاد و علی کیف کردن. بعد با همه جور قشری، یعنی مثلا یه طرف میبینی 5 نفر با حجاب نشستن، یه طرف همه با مثلا چند با شلوار کوتاه و تاپ نشستن.
و اینکه کسی به کسی کاری نداره و خودش این خیلی واقعا یعنی آزادی واقعیه دیگه. در کل بخوای فکر بکنی اینی که چقدر راحت و آزاد دارن درس میخونن بدون هیچ استرسی و نگرانی و این خیلی با ارزشه. ای کاش که ما هم همچین موقعیت هایی رو داشتیم. خلاصه اینم از اینو. حالا باز اگر جایی بود براتون، جای باحالی بود، باز تو دانشگاه براتون ویدیوش میگیرم. همین دیگه. خب کلاس تموم شد. خانم خسته نباشین دیگه. ما داریم از دانشگاه میریم کم کم بیرون. دانشگاه مرسین. امیدوارم این ویدیو رو هم خیلی دوست داشته باشین. کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارین. خیلی خیلی دوستتون دارم. بای بای.